تاجیکستان باز هم انتظار یک رویداد بین‌المللی که جهانی است و فوتبال جهانی به تاجیکستان آمده است و رقابت فردا را اهمیتش را همین حضور گسترده خبرنگاران داخلی و خارجی معین میکنه. همونگونه که ما مشاهده میکنیم بغیر از خبرنگارانی که در داخل حضور دارند همین تعداد هم بیرون از در حضور دارند و این باز یک بار دیگر از اهمیت بسیار جدی این رقابت برای هر دو کشور گواهی میدهد. منتخب‌های تاجیکستان و ژاپن نشست مطبوعاتی پیش از بازی در چارچوب مرحله انتخابی چمپیونات جهان در گروه F را با حضور گسترده خبرنگاران برگزار کردند. در مجلسگاه مهمانخانه تاجیکستان در شهر دوشنبه نخست حاجی موریاسو سرمربی منتخب ژاپن سخنرانی نموده به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد. در آغاز نشست خبری ناخوش تلفات طوفان در ژاپن همه را متاثر کرده. نخست خبرنگاران همدردی خود را به مهمانان و مردم ژاپن بیان نمودند. در هر صورت حاجی موریاسو ابراز داشت تیم ملی را برای این بازی به بهترین شکل تیار کرده تنها مقصد پیروزی دارند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت ملی پوشان تاجیکستان نیز از لحاظ تاکتیکی و فیزیکی قوی هستند و احتمالاً در این دیدار کمتر گل به ثمر رسد. موریاسو درباره بازی در پیش بوده کلمه محاربه را استفاده کرده افزود رقابت دشوار خواهد بود و هر دو دسته کوشش میکنند برای مخلصان خود نتیجه دلخواه را به ارمغان آورند. سرمربی منتخب ژاپن گفت که تاجیکستان همچنان امکان راه خط گرفتن به مرحله بعدی را دارد و در این زمینه یاری مخلصان فوتبال و استواری بازیگرانش ضرور است. سپس عثمان توشев سرمربی منتخب تاجیکستان آید به فوتبال به ابراز اندیشه پرداخته چنین گفت که ما میدانیم در مقابل کدام تیم قرار میگیریم و وابسته به همین هم تیاری خود را در مشق‌های دسته جمعی دیده ایم. و با اشاره به اینکه منتخب ژاپن از جمله دسته‌های برتر آسیا است افزود رقابت مشکل خواهد بود اما ما هم انتظار نداریم که همه چیز آسان باشد، بنابراین به این رقابت دشوار خود را آماده کرده ایم. وی حضور مخلصان فوتبال تاجیک را در میدان بسیار مهم خواند زیرا با مخلصان رسیدن به هدف آسانتر خواهد بود. عثمان توشев ابراز امیدواری کرد که مخلصان فوتبال تاجیک تیم منتخب را چون همیشه دستگیری و نیرو میبخشند و ما هم از طرف خود تلاش خواهیم کرد مخلصان را شاد گردانیم. یادآور میشویم دیداری دور چهارم مرحله انتخابی چمپیونات جهان آید به فوتبال در گروه F میان منتخب‌های تاجیکستان و ژاپن 15 اکتبر ساعت 17:15 در میدان مرکزی جمهوریوی در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.